در آغاز باز یک هفته نو کاری به شما بینندگان عزیز از دفتر مرکزی رادیو آزادی درود میفرستیم. امروز 3 نوامبر در برنامه اخبار آزادی این موضوع ها را بررسی خواهیم کرد. بر اثر زمین لرزه مرگبار در شمال افغانستان دست کم 20 نفر به هلاکت رسید. تکانهای زمین را در تاجیکستان نیز احساس کردند. ساعت فرو آمدیم، یک نیم ساعت در بیرون ایستادیم، قریب 1 ساعت. بعد تمام با اومدیم خیلی دیگه خواب نمیبره. 3 سازمان مخالف حکومت تاجیکستان از رئیس جمهوری آمریکا درخواست نمودند که ضمن دیدار با امام علی رحمان در ایالات متحده با او مسئله محبوسان سیاسی را در میان گذارد. و آیا لیمیت هم خرید و فروش می شود؟ ساکنان یک دهه کنار دوشنبه می گویند برخی آنها به کارخانه های گرد و اطراف تقدیم می گردد. دودن همگی 25 minut. هم 25 minut دودن هم خطی خلاصید اینه بیگه بدودن. اما آغاز میکنیم از خبری برکناری عوض نظرزاده دوستان ولایت ختلان با اتهام کرداری که شأن و شرف کارمند مقامات حفظی حقوق را پست میزند. او از منصب آزاد و از مقامات پروکراتور رانده شده است. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان امروز رعایت نکردن سندهای معیاری و حقوقی صحوی را از دلایل دیگری تصمیم دانست. تفصیلات فعلا دسترس نیست و معلوم نیست که نظرزاده با چی کار یا رفتار شأن و اعتبار مقامات حفظی حقوق را در تاجیکستان پس زده است، ولی در گذشته بعد این گونه تصمیم ها چند دادرس برای رشوه‌خوری به دادگاه کشیده شده جزا گرفتند. عوض نظرزاده در ماه ینوری سال 2024 دوستان ولایت ختلان تعیین شده بود. از آن پیش در مقام دوستان ولایت مختار کوهستانی بدخشان کار کرده است. روز 3 نوامبر همچنین دوستان‌های ولایت‌های مختار کوهستان بدخشان، سوغد و شهران نواحی خارو، خراسان، بلجوان، شهر توز، ظفرآباد، سپیتامن، دیوشتیج، رشت، فیض‌آباد و دوستان حربی منطقه رشت هم عوض شدند. با قرارهای حکومت رئیس آژانس مهنت و شغل اهالی نیز برکنار شده. معاون وزیر انرژتیک، 2 معاون خدمات علاقه و رکتران چند دانشگاه نو گردیدند. زمین لرزه نیرومند در شمال افغانستان حیات کمش 20 نفر را از بین برده، بیش از 300 کسی دیگر را زخمی نمود. پژوهشگاه زلزله سنجی آمریکا ابراز داشته است که نیروی تکان زمین در عمق 17 کیلومتر قرار داشته به 6.3 درجه برابر بوده است. به قول همین پژوهشگاه، مرکز زمین لرزه در نزدیکی شهر مزار شریف، مرکز مأموری ولایت شمالی بلخ است. در ولایت سمنگان هم مرز با استان بلخ هم تلفات جانی و مالی به قید گرفته شده است. همکارم که مرسیت تو با تفصیلات بیشتر. ساکنان دهات ولایت سمنگان در شمال افغانستان صبح دوشنبه تلاش داشتند که با بیل و کلند همسایه های خود را از زیر ویرانه ها نجات دهند. زلزله اهالی ساعت 1 بجه شروع شده بود. بسیار تکان شدید داد که حتی ما دروازه را باز کردن نتونستیم. 3 پیره همین قلفه که دروازه را که باز میکردیم ما را گرفت و طرف انداخت. دیگه حدودی 15 ثانیه خوب تکان شدید داد. دیگه برآمدیم که بیرون خاک است، چنگ است، هیچ معلوم نمیشد. یک والده ما اینجا زیر چوب و دستک شده بود. دیگه یک برادر ماده بود زیر مانده بود. با کمک همین اهالی قریه، جوانای همین شهر منطقه ما همون را نجات دادیم. فضل خدا در شفاخانه هستن. ینگی مونا در داخل خانه بود، آره کشیدم و یک نفری ما گم است. خیلی پالیدم نیافتم. با سعی کردیم در زیر خانه مانده، بیچاره و شهید شده بود. تازه عروسی هم کرده بود. سخنگوی وزارت بهداشت حکومت طالبان افغانستان به خبرنگاران گفت که بر اثر زلزله صبح دوشنبه در ولایت‌های بلخ و سمنگان کمش 20 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 320 کسی دیگر جراحت برداشتند. خبرنگار فرانس پرس در مزار شریف، مرکز مأموری ولایت بلخ افغانستان میگوید زلزله برابر با 6.3 درجه ساکنان شهر را به دهشت آورد و بسیاری ها به کوچه برآمدند. مسجد کبودی مزار شریف که در عصر 15 بنیاد شده است زیان دید. پاره های بنای مسجد و مناره هایش فرو ریختند. در گذشته مخابرات ضعیف و دشواری روا در منطقه های کوهی افغانستان عملیات نجات قربانی ها را دشوار کرده بود. ماه اوگوست امسال در نتیجه زلزله قوی در شرق افغانستان کمش 220 نفر جان باختند.
در برابر افغانستان زمین لرزه در نیمه شب گذشته در تاجیکستان هم ثبت شده ساکنان را در حالت اضطراب قرار داد. واهمه و تهلکه باشندگان زیادی را از بلند آشیانه‌های دوشنبه به بیرون ریخت. اکثر کاربران در شبکه‌های اجتماعی هم گفتند از لرزش سخت بینا و جهاز خانه از خواب بیدار شده ترسیدند. اولین چیزی که در این حالت به ذهن اکثریت میآید این تیزتر ترک کردن خانه است. اما تا کجا این میتواند بخطر باشد؟ همکارانم زرنگیزی نوروشو و شهلای عبدالله در این باره در گزارششان روشنی میاندازند. ساکنان این بینای 18 آشیانه در دوشنبه امروز در صحن آن آرام و بی‌پروا سیر و گشت و بازی دارند، اما شب گذشته بسیاری از آنها با ترس و تهلکه از آن بیرون دویدند. زمین جنبی شبانگاهی آنها را به وهم آورد. دوستی شیرخانوف میگوید دیروز آنها در خانه توی و مهمانی زیاد داشتند. وقتی زمین لرزید همه بیرون برآمدند. ما ششم آشیانه بودیم، شب فهمیدیم راستی گپ دینا توی داشتیم، یک مرکه داشتیم، خوابم نبودیم. بعد هممون فرو اومدیم این площадкада، هم مردم برای قاعده زمین لرزی باید لیفت خطی نرای، باید حتما لسینسا خطی برای. لسینسا خطی فرو اومدیم، یک نیم ساعت در بیرون ایستادیم، قریب یک ساعت. بعد تمام با اومدیم خیلی دیگه خوابم نمیبره. اکثر ساکنان شهر میگویند این بار زمین لرزه طولانی‌تر و ترس‌آور بود. هرچند در دل شب رخ داد، ساکنان زیاد میگویند بیدار شده و به بیرون دویدند. اولو خواستم که استرس و جنبیده است های. بعد سوی در دادم بود که ما همش خیزاندم ای خونه براوردیم بیرون ده. بیرون ده با کم ترخته چطور بود وای میکنیده حس میکنی چم این خونه را با بیرون نشده نستره. با فرق از همسایه ها گلدسته در خانه ماندن رو بهتر دانسته است. بلندشونه کجا ایستادن ممکنه؟ با خدا تکه کداشتی. هفتم هشتم فرم لیفت تست کار کردن گرفت. فرمادن. حالا که ممکن است در حالت زمین جنبی لیفت از سوار شده ممکن است. با اطلاع کمیته حالت‌های فوق‌العاده زمین لرزه شب گذشته در تاجیکستان آسیب و تلفات نداشت. کارشناسان آن میگویند تلاش ساکنان برای پایین شدن از آشیانه‌های بلند هنگام زمین لرزه و استفاده لیفت نادرست و منع است. هنگام زمین لرزه یعنی که با لیفت سوار نشوند، همچنین در جایی که ستون پایه جایی که ستون هست در تگ همونا در تگ میزو یعنی که خودشون را از خطر ضرر دیدن اهمی نگاه دارن. نسبتاً خطر کمه؟ بله نسبتاً حالت جراحت برداشتگی آدمان وابسته به زمین لرزه کمتر به خط گرفته می شود. در حالت ضروری به گفته این متخصص باید ساکنان از زینه‌پایه‌های آهنین استفاده برند که در بلندآشیانه‌ها مخصوص برای حالت‌های فوق‌العاده پیش بینی شدند. نمایندگان کمیته میگویند آنها هفته پیش در نزد بلندآشیانه‌های شهر برای اهالی آموزش برپا کرده به ساکنان قاعده رفتار هنگام زمین لرزه را یاد دادند. چون این آموزش در همه شهر و ناحیه‌های کشور جریان یافته است، اما با این وجود در کشور که سالهای اخیر بلندآشیانه‌های زیادی نو قامت افروختند، تهلکه و نگرانی ساکنان در زمین لرزه بیشتر است. در تاجیکستان سالانه صدها بار زمین می‌لرزد، اما به گفته متخصصان فقط 70 یا 80 مورد آن احساس می‌شود. در پی زمین جنبی‌های شدید سالهای اخیر ده‌ها خانه در منطقه‌های کشور ویران شده بود. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. 3 سازمان مخالف حکومت تاجیکستان برای قطع فشار و سرکوب‌ها، آزادی فوری زندانیان سیاسی و آغاز مکالمه از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مدد خواستند. بیانیه جنبش اصلاحات و رشد جوانان برای احیای تاجیکستان و حرکت اصلاحات خواهان که قرارگاهشان در اروپا است، روز 3 نوامبر و در آستانه ملاقات پرزیدنت آمریکا با رهبران کشورهای آسیای مرکزی از جمله رئیس جمهوری تاجیکستان نشر شد. قرار است ملاقات این هفته در واشنگتن گذرد.
در حالی که حکومت تاجیکستان بودن زندانیان سیاسی را نمیپذیرد، 3 سازمان مخالف ادعا کردند که بیش از 8,500 زندانی سیاسی از جمله روزنامه‌نگاران، بلوگران، وکیلان مدافع، حامیان حقوق، علمای دین، فعالان و نمایندگان مخالفین دموکراتی در زندان‌های کشور نگه داشته می‌شوند. روزهای اخیر در پی برق‌کشی‌ها در تاجیکستان ساکنان دهه در شهر وحدت میگویند بعضی روزها کمتر از نیم ساعت برق میگیرند. سبب را آنها در فروختن حقشان به جایهای دیگر یا به اصطلاح لیمیت فروشی مقامات میبینند. ادعایی را که مسئولین شبکه‌های تقسیمات برق قبول ندارند. هرچند با اقرار این اداره گاه با درخواست خودی ساکنان رجای برق رسانی کم یا زیاد کرده می شود. همکارانم ارشاد سلیمانی و براد یوسفی این موضوع را پیگیری کردند. هرچند این شب و روزها شکایتی اکثری ساکنان تاجیکستان از لیمیت بی‌برقی است، باشندگان دهه جنگل‌آباد شهر وحدت شکایت دیگر دارند. رعایت نشدن رژه محدودیت برق و به گمان آنها فروخته شدن حقشان به کارخانه‌های اطراف. اونا میگن که اونم دیننه پرر دودن همگی 25 مینوت هم 25 مینوت دودن هم خطی خلاصید اینه بیگه بدودن. یکی از ساکنان این دهه در شکایتش برای آزادی می نویسد که 3-4 روز اخیر شبانه برق را با جای ساعت 17 ساعت 21 می دهند و می گوید که همگی 2 ساعت برق دارند. او در ادامه نوشته است اداره برق باشد لیمیتی به اهالی معین شده را به مینی زوادهای گرد و اطراف می فروشد. یعنی کرپسی حالت نرسیدن برق را باز هم دشوارتر می نماید. نیکوخم ویگه او پیشته میتون حوضش نمیتیند شو نمیتیند. ساکنان میگویند به مقامات محلی مراجعت کردند ولی پاسخ گرفتند لیمیت همین است، هرچند در محله های دیگر چنین وضع نیست. چی مراجعت کنید چی نکنید چی میگه لگاو چی میگه. شبکه های تقسیمات برق موجودیتی به اصطلاح لیمیت فروشی را رد میکند، اما میگوید در بعضی موردها با درخواست خود ساکنان رژه برق رسانی کم یا زیاد کرده می شود. نه اگه وقت ندارد، اگر اگه جو فرض کردیم ودم اگه که درگذرد شب باشد التماس کنن اگه ساعت برای خاطر همون خانه که مصیبت شده است همجا پیوست میشه. خیلی چی نیست، ما اخبارات درست گپ نداریم در جایشان چی گپ است چی گپ نیست. از تجربه با درخواست مشتریان کم و زیاد کردن وقت لیمیت، سال گذشته ساکنان چند دهه ناحیه رودکی نیز برای آزادی شکایت کرده بودند. امسال با آن شکایت ها از شهر و نواحی دیگر علاوه شده است. در همین حال شکایت ساکنان از رعایت نشدن رژه دادن برق یا لیمیت در شبکه‌های اجتماعی نیز زیاد شده است. در تاجیکستان از 23 سپتامبر به این سو برق به ساکنان تمام مناطق بجز شهرها و مرکزهای ولایت‌ها با محدودیت داده می شود که عمدتاً مردم در یک شبانه روز همگی 6-7 ساعت برق دارند، یعنی صبح ساعت 5 تا 8 و بیگاه از 17 تا 21. ولی شرکت برق تاجیک و شرکت‌های دیگری مربوط به برق تا کنون جاری شدن لیمیت را رسما اعلان نکردند. و خبر دیگر هم داریم. رهبران ولایت‌های سوغد تاجیکستان و بادکند قرقیزستان 3 نوامبر یک راه را در مرز بین دو کشور باز کردند. راهی که جماعت‌های زمرد و سرخ اصفره را پیوست می‌کرد قبلا از میان دهه قره‌باغ قرقیزستان می‌گذشت. اما اکنون آن به گذشتن از حدود این دهه دو منطقه را به هم می‌پیوندد. تفصیلات خبر را در وبسایت ما پیدا کنید. دوستان مهربان، برنامه امروز را در همین ثانیه ها به پایان میبریم. سپاس برای با ما بودن. خبر و گزارش های از این بیشتر را میتوانید در سامانه azadi.org بخونید. اینچنین از صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک استفاده برای تا ملاقات بعدی خود را احتیاط کنید از آن و خدا نگهبان.